رقم 8 با عربی این خیل نوشته می شود و با تاجیکی این خیل و رقم 1 هم این چونین با عربی و تاجیکی. اکنون دوستان خوب گوش کن. اکنون نظر بکن با دستی چپت همان رقم 81 رو در دستت میبینی. پس آن با دستی راستت نگر رقم 18 رو میبینی. 18 رو با 81 جمع کنیم حاصلش 99 میشود. این 99 نام الله است. 99 نام الله. اکنون برادر خوب گوش کن. فرقیت 81 در دست چپ و 18 در دست راست. فرقیت اینها در این است که 81 دست چپ را از 18 مینوس کنیم 63 می شود. این 63 عمر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. دوستان عزیز، چیزی نفهمو شد از رسم های در روی اکران است، از اینها خلاصه برآورید. دوستان عزیز، ویدیو اگر با شما معقول شد حتما در ویدیو لایک مانید تا دوستان دیگر هم با خبر باشند. تا ویدیوهای آینده سربلند و پیروز باشید دوستان.